شد ایده و اجرای نمونه ربنا چطور اتفاق افتاد و چطور شد که اون اشعار واسه مثنوی انتخاب کردیم؟ من هرچی میخوام از این ربنا فرام کنم باز خب من در حال دوران کودکی ما خب با پدر در جلسات قرائت قرآن بودم که ایشان استاد قرآن بودم، من اونجا یاد گرفتم و خب همون زمینه شد برای زمینه خوانندگی من، صدای من در اون دوران درست شد، ساخته شد. از 20 سالی به بعدم دیگه من راه خودم رفتم و چون من اون رو خوانندگی رو خیلی خوب می‌دونستم و حتی یه موقع در یک مسابقات هم شرکت کردم، من نمره اول در این مدرسه بودم اما خب من رو دنبال نمی‌کردم. این برام موسیقیش برام مهم بود، اون نوع خوانندگی، اون تکنیک برام مهم بود. بعد انقلاب که شد میگه چند تا از دوستان که رفته بودن در رادیو تلویزیون اونجا مدیریت اونجا بود دیگه بودن، منو بودن کسی دادن که فلان تو کمک کن به معاون اینا کنم و بودم کنیم. من راه مطربی رو رفتم، به درد کار چیزی نمیخوره. گفت نه آقا خواهش می‌کنم گفتم نه اول من راه دیگه است، این کار دیگه حالا باش نمیاد. ولی خب چسبیدن که نه خواهش می‌کنیم که ما کمک می‌کنیم، ما می‌خوام هر روزی زدن داشته باشیم. اونها برنامه‌های افطار بوده قبلا، زندگی خیلی خوب بوده، چه حالا کمک بکنم. یه اینقدر بیشتر به من کمک شد کردم، یه تعدادی رو آوردن از این مدعاهاشون و خواننده‌هاشون آوردن که من یه 2 ماهی باشون کار کردم که چجوری بکنیم، چوبه بکنیم، دعای چجوری بخوریم، از اون چجوری بگیم، همه اینا کمک شد کردم که تا اینجا برسیم. بعد نزدیک ماه رمضان که شد گفتن که این ماه رمضان رو برنامه شما فکر شد. موقع دیگه رفتم خلوه چند تا آیه انتخاب کردم و شعر انتخاب کردم و اومدم رفتم توی استودیو رو خوندم، نوارش دادم دست این شاگردان، گفتم گوش کنیم این چه بسید من بخونیم تا ما بدیم اینا رو پخش کنم. دیگه اینا رفت گرفتن نوار رفتم همون مثنوی رو گرفتم خوندم و من اونا رو رفتم تمرین کردم و یک ماه من با اینا تمرین کردم تا بتونم بخونم. بعد اومدیم ضبط بکنیم که خب اونجایی که من خودم که نمیتونه بخونم، گفتم نه تو جای صدا خودت بخون، به صدای من کار نگیر، تو یادی من چه خوندم حالا همین جای صدا خودت. دیگه باز اومدم تو استودیو، باز فکر کرد پس خدا خونده رفتم تو استودیو، باز یکی من خوندم ببین اینو بخون این میشه اون خونده من خودم اون خونده. بعد اومدم اون رو خود در آوردم و اونی که برای بود ادیت کردم دادم به رادیو. همون موقع اون رئیس رادیو آقای بچه اللهی آدم خیلی خوب بود، هرچی من میگفتم از حرفم بیرون نمیرفت. میخواست مثلا موسیقی‌های ارکسترای رادیو میخواستم تعطیل بکنم، من از گفتم آقای آجلی نکنیم نکن تو باعث نشد. و اینا سالهاست که ساز زدن، اینا هنرمندان اینجا بودن، حالا با خود ازشون اینجوری آویزش جور حالا توشون بعد آدم چیز هم داره اما همشون چیز نیست، آدم خودشون داره و شما نکنیم کار و اینا باشه. خلاصه آنم یه ایده رو انتخاب کردن و نگه داشتن. بعدم خب اون آقای شهبازیان که اونجا بود اون خیلی هم دستش بود و اینها و منم گفتم که این شهبازیان خیلی خوبه، سرپرست و کسی دیده بود و رهبر بوده اونها، این خیلی خوب میتونه اونها کار بکنه. شهبازیان میگفت فلان اینی که تو خودت خیلی خوبه، اینا چیز نیست فارش کنم چه کنم. گفتم دیگه من خستش دارم بیشتر از این نمیتونم کار کنم. همین بسه ما اینا رو حالی کردیم، همه برنامه دادن دست اینا خداحافظی. گفتم دیگه من دستم برداریم. درست یک دو روز به مارمزون بود و این نوار دادم بهشون رو از رادیو اومدم بیرون. روز اول مارمزون دیدم که ربنا خود من پخش کردم. تلفن کردم به آقای جلوی ما یعنی چی خندید که آقای جلوی تیر اسلام در این تمام کبیش هم تمام شهرستان دارن، همه تو رادیو تلویزیون پخش کردیم از حق شده. بودم اصلا بیخودی کردیم بودم که از من نمیخوام اینجوری عنوان بشه، چون مردم میگن که شجریان قبل از انقلاب که مسئله اسلامی نبود بله با ساز میخونه، حالا چون اسلامی شده نون به نرخ روز میخوره میاد ربنا بخونه.
اینه که این کار درست نیست و این کار بی خود کردن ولی حق نداریم. بعد گفت حق شده کنم پس حق نداریم بگید که من خوندم. هر کی می‌خواد بگید اینو دست نواد است. تا سالها این رو ارائهش نکردیم، نگفتیم که من خوندم. چون دیدم که برای اون مردمی که اهل روزه هم یعنی این مطلبی که میرفت تو جشن آدم مطلبی میکرده حالا من ربنا بخوره این روزی من خرابه اگر این که خب به اهل موسیقی گوش میکنم میگن آقا این آدم چه رفته قرآن چه رفته از هر دو طرف من بده میشم نکنیم کار رو گفتیم من کمک میکردم اینا بدون اجازه من صدا منم پخش کردیم دیگه نکنیم ولی خب دیگه اینا پخشش کردن و دیگه نگفتن سالها تا بعد دیگه رو شد که اینو من خوندم و خب من نمیخواستم به ایجاز که ربنا با صدای من از بپخشه